میگه کنتو حاجا الی بیت الله الحرام، حج رفته بودم و نزلت فی بعض المنازل و اذا انا بامرأة محجوبة، یه خانم نابینایی رو دیدم که یه گوشه نشسته، میگه یا راد الشمس علی علی ابن ابی طالب بیضاء نقیة بعد ما غابت، ای خدایی که به حرمت علی ابن ابی طالب خورشیدی که غروب کرده بود و برگردوندی، رد علی بصری، این چشم منم برگردون. میگه فاعجبنی کلامها اخرجت دینارین و اعطیتها، 2 دینار بهش داده، فلمستهما بیدها ثم طرحتهما فی وجهی. ظاهرشو نگاه میکردی فقیر بودا، ولی فقر اصلش در دله، غنا هم اصلش در دله. و ازللتنی بالفقر، منو میخوای ذلیل کنی که پول ندارم؟ افل ان من تولا آل محمد لا یکون ذلیلا. فمضیت الی الحج و قضیت مناسکی، حج رفتم انجام دادم، اقبلت راجعا الی منزلی، داشتم برمیگشتم، باز مسیر برگشت، و کانت المرأة من اکبر همی فاذا انا بالمرأة لها عینان تبصر بهما، دیدم بلند شد و مشغول کار و چشاش وازه. فقلت لها یمرأة، خانوم، ما فعل بک حب علی ابن ابی طالب، حب علی با تو چی کار کرد؟ میگه گفتش که انی اقسمت بهی علی الله 6 لیال، 6 شب به علی خدا رو قسم. فلما کان فی اللیلة السابعة و هی لیلة الجمعه، شب جمعه که شب 7 بود، فاذا انا برجل قد اتانی فی نومی، اینجاش دقت کنید خیلی زیباست، خوابم برد، یا آقای اومد تو خواب، فقال لی یمرأة تحبین علی ابن ابی طالب، علی رو دوست داری؟ منم تو خواب گفتم بله. گفت ضعی یدک علی عینیک، میگه گفت دستاتو بذار رو چشمات، دستای خودتو. بعد دیدم دعا داره میکنه، همجوری من دستام رو چشمام بود، گفت اللهم ان تکن هذه المرأة تحب علی ابن ابی طالب من نیت صادقه، خدای اگر این واقعا علی ابن ابی طالب رو دوست داره با نیت صادق، فرد علیها عینها، این چشمشو بهش برگرد. بعد به من گفت نحی یدک، دستاتو بردار. اگر فقط دعا بود باید دعا میکرد، دعا کرد، اما وسیله شفا رو دست خود این قرار داد، دستات رو چشمت باش. دستامو برداشتم، فاذا انا بالرجل، آقا رو دیدم، گفتم شما کی هستی؟ من الله بک علی، که به برکت تو خدا منو شفا داد. گفت من خضرم. جایزه این نبود که چشمش برگرده، بهش گفت احبی علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب رو دوست بدار، یعنی هرچه محبت داری کمه. جایزه این بود، احبی علی ابن ابی طالب، اما فان حبه فی الدنیا یصرف عنک الآفات، آفات تو در دنیا حب علی بین میبره. اگر حب علی داری در حرزی، و فی الاخرة یعیذک من النار.